با عرض سلام، تشکر از برگزار کنندگان و دعوتشون. مسئله سکندری پریونشن بعد از استروک اول از دو جهت اهمیت داره. یکی این که احتمال سکته بعدی در بیماری که یک بار سکته کرده بالاست و 80% سکته‌های دوم قابل پیشگیری هستند و در واقع خدمتی که ما استروک نورولوژیستان میتونیم به بیماران سکته مغزی در حین بستریشون بدیم، به نظر من نیمیش درمان حاد هست که استادمون آقای دکتر صادقی توضیح دادن و نیمیش در واقع پیدا کردن مکانیزم استروک هست که موضوع صحبت آقای دکتر سعادت نیا بود و درمان مناسب متناسب با اون مکانیزم. و من اینجا سعی میکنم در واقع بحث من متصل هست به بحث آقای دکتر سعادت نیا و با توجه به مکانیزم‌های مختلف ما درمان‌هایی که هست رو با هم دیگه ریویو بکنیم. قبلش ببینیم که توی جعبه ابزار ما چه چیزایی موجود هست، یعنی چه چیزایی میتونیم به مریض بدیم. خب قطعاً تغییرات لایف استایل، کاهش وزن، به اصطلاح ورزش و تحرک و اینها هست، کنترل فشار خون هست، کنترل دیابت هست، متوقف کردن سیگار هست. ما یه سری دارو داریم، آنتی پلاکت ها انواع متفاوتشون، داروهای قوی تر داریم، آنتی کوآگولانت ها و داروهایی که کلسترول رو میارن پایین، اونها هم در کاتگوری های مختلف هستن. اینها درمان های غیر جراحی ما هست. ما یه سری درمان های اینترونشنال هم داریم که میتونیم به بیمارمون عرضه کنیم. اینترونشنال معنای کلا پروسیجرال. میتونیم برای مریضمون کاروتید استنت بذاریم، میتونیم بفرستیمش واسکولار سرجن براش اندارترکتومی انجام بده، میتونیم اینتراکرانیال استنت یا آنژیوپلاستی براش انجام بدیم. اگر پی اف پیدا کنیم میتونیم بفرستیمش کاردیولوژیست پی اف رو ببنده. تو مواردی میتونیم لفت اتریال اپندیج کلوزر بکنیم یا پلاگ بکنیم. این مجموعه چیزهایی هست که ما توی تول باکسمون داریم. یک نکته مهم توی پیدا کردن به اصطلاح درمان مناسب این هست که سکته مغزی استروک در واقع یک بیماری هوموژن نیست. یک بیماری نیست که هر بیماری با سکته مغزی بیاد ما براش یک به قول معروف یه پکی داشته باشیم و اون رو به عنوان سکندری پریونشن بدیم. مکانیزم های مختلف همونطور که آقای دکتر سعادت نیا توضیح دادن از نظر پاتوفیزیولوژی با همدیگه متفاوتن. بنابراین توصیه هایی که ما میکنیم برای درمان پیشگیری ثانوی هم متناسب با اون مکانیزم ها باید باشه. و من بیشتر حالا روی توس کلاسیفیکیشن صحبت میکنم، بقیه مکانیزم هم تفاوت‌های جزئی با این داره که یکیش همونجور که توضیح دادن لارج آرتری اسکلروز هست، یا به صورت این سایتو ترومبوز که اونجا بسته بشه و انفارکت بده، یا به صورت اینکه یه ترومبو امبولی ایجاد بکنه بره و یا انفارکت امبولیک توی داون استریم پرفیوژن خودش بده، کاردیو امبولیک هست، اسمال وسل هست، استروک آف آدر دترماین اتیولوژی، چیزایی مثلا دایسکشن رو در مورد صحبت میکنیم ولی موارد دیگه چون خیلی ناشایع هستن به خاطر وقت میگذاریم. و استروک آف آندترماین اتیولوژی هم خب موضوع این صحبت نیست ولی همونطور که تعریفش رو گفتن یا زمانی هست که ما نتونیم بررسی کامل بکنیم یا بررسی کامل بکنیم چیزی پیدا نکنیم یا بررسی بکنیم بیش از یک مکانیزم پیدا بکنیم که توجیه دهنده استروکمون باشه. خب لارج آرتری اسکلروز رو ما توضیح دادیم، یا این که ما یک انفارکتی در حوزه لارج آرتریمون داریم و همراهش به اصطلاح شریان مربوط آرتری اسکلروز هست، یا اینکه دیستال امبولای داریم و اوییدنس آرتری اسکلروز توی پروکسیمال واسکولیچر. درمانی که ما میکنیم بیشتر بستگی داره که این پلاک آرتری اسکلروتیک کجا باشه، اکستراکرانیال باشه یا اینتراکرانیال باشه. علتش هم این هست که ابزارهایی که ما داریم برای درمان اینتراکرانیال آرتری اسکلروزیس خیلی ناموفق تر بوده. حالا دربارش توضیح میدم. اکستراکرانیال خب عمده ترینش به اصطلاح پلاک و تنگی کاروتید هست که شما اینجا نمونهش رو میبینید. این هم روش به اصطلاح اندازه‌گیریش هست و اولین ترایالی که انجام شد ترایال نسکت بود که در واقع آمد نشون داد که اون زمان هنوز استنت نبود، سال
98 آمد نشون داد که توی تنگی 50 تا 69% انجام اندارترکتومی باعث کاهش ریکارنت استروک میشه، ولی اگر تنگی شدید باشه خیلی به اصطلاح این اثری که اندارترکتومی داره برای سیمپتوماتیک کاروتید استنوسیس بیشتره. اینجا بود که در واقع اینترونشن برای هر سیمپتوماتیک کاروتید استنوسیس بالای 50%، یعنی کاروتید تنگ باشد و مریض اون سمتش یا TIA داشته باشه و یا استروک مربوط داشته باشه، یعنی استروکی که شما بتونید نشون بدید یا واترشد بوده یا آترایمبولیک بوده، میتونید شما به اصطلاح براش اندارترکتومی بکنید. سوال بعدی این هست که خب این اندازه‌گیری به اصطلاح دیگری آف استنوسیس با چی انجام میشه؟ آیا با CTA انجام میشه، داپلر انجام میشه، DSA انجام میشه؟ ترایال ها آمدن یا از DSA استفاده کردن، مثلا نسکت از DSA استفاده کرده، ترایال یوروپیان اگر اشتباه نکنم از داپلر استفاده کردن. این دو تا مودالیتی گلد استاندارد ماست. داپلر حقیقتش یه مقداری بیشتر اپراتور دیپندنته، یعنی من خودم به DSA اعتماد بیشتری دارم. و سوال این هست که خب حالا استنت اندارترکتومی کدومش رو انتخاب بکنیم؟ وقتی دیتا رو جمع میکنید با همدیگه و به اصطلاح اند پوینت ترایال رو نگاه میکنید، یعنی پیشگیری از دیسابیلیتی در طولانی مدت، استروک های سیگنیفیکانت، مرگ، استنت و اندارترکتومی تقریبا با هم برابر هستن. این مثلا ترایال کرست که ببخشید این خط سبز حقیقت تو برنامه من نبود، اون اسلایدایی که فرستاده بودن اینجا ظاهر شد، این که از این بابت عذر میخوام. این که نشون دادن که در واقع استنت و اندارترکتومی تفاوتی با هم دیگه توی پرایمری آوتکام مایوکاردیال اینفارکشن یا مرگ نداشتن. یک مقداری پریپروسیجرال استروک استنت بالاتر بود ولی اکثرا استروک های مایلد بودن. از اون طرف مایوکاردیال اینفارکشن تو اندارترکتومی بیشتر بود. ترایال دومی که اومده این دوتا رو مقایسه کرده ICSS بوده که باز هم توی به اصطلاح فیتال یا نون دیسیبلینگ استروک اندارترکتومی و استنت برای سیگنیفیکانت کاروتید استنوسیس با هم ارز بودن، ولی یه مقدار استروک پریپروسیجرال استنت بالاتر بوده که اکثرا نان دیسیبلینگ استروک بوده. پس نتیجتا توصیه که ما میتونیم بکنیم این هست که برای هر سیمپتوماتیک سرویکال آی سی استنوسیس بالای 50% ما توصیه به مداخله میکنیم و استنت و اندارترکتومی تقریبا با هم برابرن. بعضی‌ها از جراحی بیهوشی نگران هستن، خب استنت براشون بهتره، بعضی‌ها شرایطی دارن نمیتونن طولانی مدت رو دوال آنتی پلاکت باشن، اندارترکتومی براشون مناسب تره. قسمت دوم وقتی هست که شما آتروسکلروز لارج وسلتون اینتراکرانیال باشه و خب اینجا نمونه‌هاش رو می‌بینید. این سمت به اصطلاح بازیلار استنوسیس هست، قشنگ یک کانسنتریک لیژن می‌بینید که تیپیک پلاک آتروسکلروتیک. اینجا MCA هست که پلاک داره و اینجا هم باز MCA هست. ترایالی انجام شد به نام سمپرس سال 2013 اگر اشتباه نکنم که آمد و مقایسه کرد. اون زمان استنت وینگسپن از استرایکر موجود بود برای درمان آیسی استنوسیس. بیمارانی بودند که یک بار به اصطلاح سکته کرده بودن به خاطر اینتراکرانیال آتروسکلروسیس و استنوسیس و اینا می‌خواستن ببینن خب یعنی فوکال استنوسیس داشتن. اگر دیفیوز اینتراکرانیال آتروسکلروسیس باشه که اصلا چویس اینترونشنال نداره، ماکسیمال مدیکال تراپی تنها گزینه‌ای هست که ما داریم. اینا مواردی بود که فوکال داشتن و اومدن یا استند وینگسپن گذاشتن یا ماکسیمال مدیکال تراپی کردن و ماکسیمال مدیکال تراپی تعریفش هم اینه: آسپرین 325 میلی گرم، کلوپیدوگرل 75 میلی گرم روزانه، فشار خون زیر 130 سیستولیک کنترل بشه، LDL زیر 70 و همینطور بقیه ریس فاکتورها مثلا اسموکینگ و دیابت هم کنترل بشه. و اینها نشون دادن که ماکسیمال مدیکال تراپی برای درمان کسایی که یک بار استروک میکنن بعد از به اصطلاح به خاطر اینتراکرانیال آتروسکلروتیک دیزیز، ماکسیمال مدیکال تراپی خیلی بهتره. یعنی در واقع 14.7% ریت استروک بود اونایی که استنت میگذاشتن. بعد از اون آمدن یک لیبلی تعریف کردن برای کرایتریایی برای استنت وینگسپن که در واقع گفتن مریضایی هستن که یک بار استروک کردن، ماکسیمال تراپی شدن، میان بار دوم استروک میکنن
و ما استنتش رو، نکته دوم این هست که استنتی که ما میگذاریم بالای 8 روز بعد از استروک اول هست. آمدن در واقع این دیگه یه رجیستری استادی بود، اومدن بر اساس اونایی که آن لیبل تریتمنت داشتن آمدن به اصطلاح بررسی کردن، دیدن که وقتی که بر این اساس شما بار دوم اونایی که فیل شده مدیکال تراپی براشون استنت وینگ اسپم بذارید، یک دفعه ریت استروکتون از 14.6% به 2.6%، 14.7 به 2.6 میرسه. یعنی الان توصیه این هست که کسی که برای فوکال اینترکرانیال آتروسکلروتیک دیزیز استروک کرده، چویس اول ماکسیمال مدیکال تراپی هست. اگر فیل شد اون وقت میشه درباره استنت با مریض صحبت کرد. استنت هم اگر میخوایم بذاریم یه مقدار دیلی باشه. مکانیزم دوم کاردیو امبولیک استروک هست که حالا اوییدنس یه امبولیک استروک در مطالعه واسکولیچر هیچ پلاکی وجود نداره پروکسیمالش و یکی از این شرایطی هست که توی قلب ما پیدا بکنیم، یا اینکه ایتریال فیبریلیشن فلاتر داشته باشه، یا ترومبوزی تو ال ای یا ال وی داشته باشه، یا هارت فیلر باشه، دایلیتد کاردیومایوپاتی باشه، ریسنت ام آی باشه، اینفکتیو اندوکاردیت باشه، والوولار دیزیز یا حضور مکانیکال والو. در رابطه با درمانش بجز اندوکاردیت و ایترال میکسوما همونطور که آقای دکتر فرمودن درمان آنتی کاگولیشن. ولی چه آنتی کاگولیشن به چه صورتی؟ یکم از تاریخ رو بخوایم بگیم، SPAF اولین ترایالی بود که آمد درمان به اصطلاح آسپرین رو، وارفارین و بدون درمان رو توی بیماران AF مقایسه کرد. نشون داد که آسپرین و وارفارین هر دوشون میتونن افکتیو باشن ولی نتونست انقدر پاور داشته باشه. SPAF 2 اومد پیشنهاد کرد که احتمالاً وارفارین بهتره و وارفارین به عنوان چویس شناخته شد تا زمانی که دیرکت اورال آنتی کاگولنت ها اومدن. اولین به اصطلاح دارویی که مقایسه شد با وارفارین دابیگاتران بود که دیرکت ترومبین اینهیبیتور بود که نشون داده شد که این بهتر نشون داده شد که در واقع دابیگاتران قابل مقایسه است ریت استروک سیستمیک امبولیزیشنش نان انفریوره ولی میجر هموریجش از وارفارین پایین تره. بعد ریواروکسابان یکی از تنی اینهیبیتورها اومد مقایسه شد، نشون داد که نان اینفریور برای وارفارین برای استروک و سیستمیک امبولیزم بلیدینگش تفاوتی نمیکنه ولی اینترکرانیال بلیدینگش از وارفارین پایین تره. و بعد آبیکسابان مقایسه شد با وارفارین که نشون داد که سوپریور هست نسبت به وارفارین تو پیشگیری استروک و همینطور خونریزی کمتری میده و این تنها دارویی هم هست که مورتالیتی بنفیت براش تعریف شده. پس اولویت ما برای درمان استروک یکی از دو اکاست، اگر مقدور نبود به هر دلیلی وارفارینه. سوال این هست که از بین دو اکا کدوم ها بهتر هستن؟ به خاطر اینکه این سه تا ترایال مجزا بودن، نمیشه نتایج اونها رو کنار هم گذاشت و مقایسه کرد. سه تا مطالعه رو من خدمتتون خیلی سریع نشون میدم که در واقع آمدن اثر بخشی پیشگیرانه این سه تا دیرکت اورال آنتی کواگولان رو توی پیشگیری از استروک اومدن با هم مقایسه کردن. نشون دادن که دابیگاتران و آبیکسابان هر دو خطر میجر بلیدینگشون کمتر بوده ولی هر سه تاشون تو استروک پریونشن عملکرد خوبی داشتن. مقایسه دوم بازم همه رو به اصطلاح با هم دیگه تقریبا افکتیویتی به برابری داشته توی پیشگیری از استروک. آبیکسابان خطر خونریزیش کمتر بوده، ریواروکسابان یه مقدار خطر خونریزیش بیشتر بوده. تو سومین مقایسه آبیکسابان یه مقدار خطر استروک رو کم کرده بهتر از بقیه و ریواروکسابان به اصطلاح چندان تفاوتی با وارفارین نداشته. برای همین هست که من تو ذهن خودم ترتیب اولویت انتخاب دواکم برای پیشگیری از استروک تو بیماران ایفیب اول آبیکسابانه، بعد دابیگاترانه و بعد ریواروکسابانه. درباره والوولار ایفیب چطور؟ چون میدونید اینا همه نان والوولار ایفیب مقایسه. اولا والوولار ایفیب چیه؟ ایفیب در بیماری هست که یا مایترال والو دیزیز داشته باشه، یعنی استنوسیس داشته باشه یا ریگورژیتیشن داشته باشه، یا اینکه مایترال والو ریپر داشته باشه یا ریپلیسمنت داشته باشه. اینا تو عمده مطالعات دوآک‌ها خارج شدن. برای همین هم
هنوز چویس درمان و پیشگیری در ایفی به والوولار همون وارفارین هست. بعضی مطالعه آمدن مقایسه کردن، مثلا نشون دادن که ریواروکسابان نان اینفریوره به وارفارین، ولی مطالعاتی هم بودن که نشون دادن که وارفارین به اصطلاح احتمال سکته یا مرگ کمتری از ریواروکسابان داشته. برای همین بیشتر همچنان چیز هست، درمان وارفارین هست. اگر بیماری نتونه تحمل آنتیکاگولیشن داشته باشه، یعنی به هر طریقی شما دواک هم با کمترین ریسک آنتیکاگولیشن بهش میدید، خون ریزی میکنه، دو تا پروسیجر هست شما میتونید بهش پیشنهاد کنید. یکی ترانسکوتینیوس اپندیج استیچینگ پرکوتینیوس ببخشید که اینجا توی این ترایال مقایسه شده و در واقع هم نان اینفریوریتی و هم سوپریوریتی رو تو وارفارین در پیشگیری از استروک داشته. و دوم آکلود کردنه، چون میدونید اپندیج لفت اتریوم همون جایی هست که توی ایفی بزرگ میشه، دایلیته میشه، اونجا بلاگ استاگنیشن اتفاق میفته و لخته تشکیل میشه. آمدن دستگاه واچمن گذاشتن و نشون داده شده که گذاشتن واچمن نان اینفریور هست به وارفارین برای پریونشن ایسکمیک استروک. پس اگر که شما دواک ما فرست چویسه، به نظر من آبیکسابان از بقیه دواک‌ها بهتره برای والوولار ایفی، همچنان وارفارین گزینه بهتری هست. اگر نتونه تالریت بکنه مریضتون، هیچ آنتیکواگولیشن رو میتونید از این پروسیجرهای استیچینگ یا آکلودر لفت اتریوم استفاده بکنید. و استاتین ها هم نقش اثبات شده ای در پیشگیری استروک تو کاردیوامبولیک استروک ها ندارن. یعنی تنها ترایالی، حالا توی قسمت بعدی بهش میپردازیم، اسپارکل که اومده بررسی کرده اثر سکندری اینترونشن استاتین ها رو، کاردیو امبولیک استروک ها رو اکسکلود کرده. چند وقت دارم؟ من نمیدونم. 3 دقیقه. خیلی خوب. مکانیزم سوم اسمال وسلاس که تعریفش رو آقای دکتر دادن، من دیگه به اصطلاح تکرار نمی کنم. ریسک فاکتور کنترل اهمیت خیلی زیادی داره. اینها کسایی هستن که فشار خون بالا دارن، سیگار میکشن، دیابت دارن، صحبت کردن، فقط هم این نیست که بهشون بگید سیگار نکش، بایستی بهشون آلترناتیو مینز بدید، دارو بدید، به اصطلاح نیکوتین پچ بدید یا آدامس بدید. و کنترل فشار خون، معمولا کلسیم چنل بلاکرات کنترل بهتری دارن در طول روز تو بیماران ولی از نظر درمان به اصطلاح از نظر درمان دارویی سینگل آنتی پلاکت، یک لیمیتد تایم دوال آنتی پلاکت و های اینتنسیتی معمولا توصیه میشه. من ترایالی که به طور خاص به اسم لاکونار پریونشن انجام شده باشه ندیدم، ولی یه سری ترایال ماینور استروک پریونشن هست، به خاطر اینکه اینها کاردیو امبولیک استروک ها رو اکسکلود کردن و از اون طرف اکثریت لاکونار استروک ها ماینور استروک میدن. به نظر من مربوط ترینه. اینها آمدن تو اونایی که ماینور استروک داشتن یه مدت 3 هفته دوال آنتی پلاکت دادن و بعد سینگل آنتی پلاکت ادامه دادن و این نشون داد که کامبینیشن آسپرین و پلاکت در واقع سوپریور به آسپرین به تنهایی برای پیشگیری از استروک. برای همین یک کاری که شما میتونید بکنید این هست که مریضی که میاد روی آسپرین هست، مثلا فرض کنید آسپرین پلاویکس نمیگیره خونه، آسپرین پلاویکس رو لود براش بکنید، 3 هفته ادامه بده، پلاویکس رو متوقف کنید. اگر خونه آسپرین میگرفته، رو آسپرین سکته کرده، عکسش رو میتونید انجام بدید. ما 2 تا ابزار دیگه هم داریم، 2 تا داروی دیگه هم داریم. یکی تیکاگرلوره که توی ترایال تیلز باز هم برای ماینور نان کاردیو امبولیک استروک ها مقایسه شده که اضافه شدنش به آسپرین میتونه به اصطلاح کاهش طول 30 روز میتونه کاهش خطر سکندری استروک داشته باشه. و دوم داروی سیلاستوزول، دارویی هست که بیشتر همکارای جراح عروق ما استفاده میکنن، بیشتر برای پریفرال واسکولار دیزیز، چون هم اثر دایلیتیشن داره، هم اثر آنتی پلاکت داره. و این نشون داده شده هم اضافه کردنش به آسپرین یا کلوپیدوگرل باعث کاهش خطر استروک میشه و هم سابستیتیوشنش، یعنی وقتی که به اصطلاح آسپرین رو تبدیل به سیلاستوزول میکنه، پلاویکس رو مقایسه میکنه با سیلاستوزول، به اصطلاح باعث بهبودی میشه. این هم ترایال اسپارکل هست که در واقع اوورال استروک اینسیدنس استروک رو توی ماینور استروک های TIA به اصطلاح کم می‌کرده. و اما پس برای اسمال وسل دیزیز پریونشن در واقع ریسک فاکتور کنترل اساس کار هست
مریضی که میاد من میگم سیگار میکشه بهش میگم هر کاری من بکنم تو سیگار بکشی سکته میکنه و این بر یه واقعیت بیولوژیک استواره. در واقع یکی از علل این که شما پلاویکس ریسپانس بگیرید و مریضتون پلاکتش ریسپانسیو با آسپرین پلاویکس نباشه مصرف سیگاره. برای همین خیلی اهمیت داره 3 هفته دوال آنتی پلاکت و ادامه دادن مونوتراپی به همراه ایتیسید استاتین ها میتونه مؤثر باشه. سیلاسوزول و تیکاگرلور هم آلترناتیوهای خوبی هستن. من فقط 2 تا از به اصطلاح 2 تا سابجکت خیلی کوچیک رو خدمتتون از یکی سرویکال آرتری دایسکشنه، هم کاروتید و هم ورتبرال. یک ترایالی خیلی اخیراً همین اینترنشنال استروک کانفرنس اخیر چاپ شد به نام استاپ CAD که آمده بود مقایسه کرده بود اثر آنتی پلاکت ها رو با آنتی کاگولانت ها تو بیماری که دایسکشن کاروتید شریان گردنی داره. چند تا نکته داشت اون ترایال. یکی این که وقتی که به اصطلاح آنتی پلاکت تراپی آنتی کاگولانا با هم مقایسه می‌شدن تفاوتی معناداری توی پیشگیری از ریسک استروک نداشتن، ولی وقتی که تو سابست از بیمارانی که آکلوسیو دایسکشن داشتن، یعنی دایسکشنی داشتن که تنگی قابل توجه داشت، اونجا جایی بود که بنفیت آنتی کاگولان ها خودش رو به اصطلاح ظاهر می‌کرد. نکته دوم این است که آنتی کاگولیشن تراپی خیلی ریسک استروک هموریج رو در مقایسه با آسپرین تو 30 روز اول بالا نمیبرد، ولی اگر 180 روز میرسید چرا بالا میبرد. برای همین هست که توصیه‌ای که به نظر من میتونه از اینجا بشه واسه سرویکال آرتری دایسکشن، اگر دایسکشن شما نان استنوتیک بود همین آنتی پلاکت درمانش کفایت میکنه. اگر استنوتیک بود برای 1 ماه آنتی کواگولیشن بدید، دوباره DSA بکنید یا دوباره نان اینویزیو ایمیجینگ بکنید و بعد سویچش بکنید به آنتی پلاکت. من در پایان صحبت یه پیام بازرگانی هم دارم با اجازه شما و اونم این هست که همین تقریبا 1 هفته پیش ما موفق شدیم به عنوان 3مین مرکزی دانشگاهی در کشور، اولین در تهران، که فلوی استروک نورولوژی تربیت بکنیم در بیمارستان امام با همکاری بیمارستان سینا در دانشگاه علوم پزشکی تهران. من خواستم این خبر رو بدم از عزیزان نورولوژیست، اگر کسی علاقه‌مند باشه مطلع باشه. خیلی اهمیت داره توی هم قوت گرفتن آکادمیک واسکولار نورولوژی و همین که خدمتی که به بیماران میشه. فکر نمی‌کنم قطعاً به اصطلاح دوره امتحانی که اخیراً برگزار شد برای فلوشیپ نمیرسه، ممکنه تکمیل ظرفیت بتونیم ما فلو بگیریم، ولی قطعاً برای سال آینده میتونیم فلو بگیریم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون.